بسم الله الرحمن الرحیم. کورس سوادآموزی بزرگسالان برای پروفسور استاد شفیع عیار، دانشمند بزرگ جهان. آیا پروفسور استاد شفیع عیار، دانشمند بزرگ جهان و فیلسوف و علامه بی‌نظیر دنیا را میشناسین؟ نمیشناسین؟ پس گوش کنین. این بقره شروع غلطی میگیرم برات. حالا حتما او را شناختین. او دانشمندی است که در شرق و غرب، در شمال و جنوب دنیا نظیر نداره، در تاریخ مانندش نگذشته. او کسی است که از قرآن کریم، کتاب خداوند، غلطی میگیره، کاری که فصحا و بلغای قریش که در فصاحت و بلاغت نظیر نداشتند و قصاید هفتگانه خود را بر دیوارهای کعبه آویزان میکردند و مردم میگفتند که این قصاید باید با آب زر نوشته شود، نتانستند از قرآن کریم غلطی بگیرند. بناهن گفتند که این کلام شعراست، سخن کاهناست، سحر و جادوست و امثال از این چیزا. اما اینه چشم ما روشن که یک دانشمند بسیار بزرگ و بی‌نظیر که در تاریخ نظیر نداره پیدا شده و از قرآن کریم غلطی میگیره. پس چه دانشمند بزرگی است این دانشمند که باید قدرش بدانیم. این دانشمند ما دانشمندی است که در تمام موارد از الف گرفته تا یا میتونه بحث کنه و بحث کرده، اگرچه بحث های بسیار زیاد کمدی و خنده آور. این دانشمند بزرگ ما میتونه در مورد اشعار بیدل گپ بزنه، در مورد اشعار حافظ تبصره کنه، میتونه در مورد مثنوی مولانا و در مورد روابط مولانا و شمس گپ بزنه و میتونه در مورد سیاست گپ بزنه، در مورد حکومتداری گپ بزنه، در مورد جنگ و صلح گپ بزنه، میتونه در موسیقی اظهار نظر کنه، میتونه درباره فن و هنر گپ بزنه، میتونه درباره دریاها و خشکیها و زمین و آسمان گپ بزنه. خلاصه این دانشمند بزرگ ما، این علامه بی‌نظیر ما میتونه در تمام موارد گپ بزنه و اظهار نظر کنه. حتی در مورد استعمال کاندوم میتونه براتون عالمانه گپ بزنه و بر شما یاد بده که چه قسم میتونین کاندوم یاد کنین، کاندوم استعمال کنین. اما این دانشمند بزرگ ما یک مشکل داره، مشکل بیسوادی. مشکلش ایست که نمیتونه زبان مادری خود را، یعنی زبان فارسی را درست تلفظ کنه. از این سبب ما بر از این که این مشکلی بیچاره را رفع کرده باشیم و این را از این افتضاح و رسوایی و مرداری نجات داده باشیم و از سوی دیگه به داد هزارها فارسی زبانی برسیم که در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان و در دیگر کشورهای دنیا زندگی میکنن و از شنیدن سخن سرایی های این دانشمند بزرگ، از شنیدن بهتر بگیم یا و سرایی های این دانشمند بزرگ به جنون خنده دچار میشن و درد گرده برشان پیدا میشه. برای که ما با داد از اونا هم رسیده باشیم این کورس دایر کردیم. یعنی با دو انگیزه ما این کورس دایر کردیم. یکی که این بیچاره را، این دانشمند بزرگ است، این شکی نیست، ولی سواد نداره. برای که این بی سواد و بیچاره را از این بی سوادی نجات داده باشیم این کورس دایر کردیم. یکی دومی که همون بیچارهایی را که گپایی را میشنون و از شنیدن گپایش به جنون خنده، به درد گرده و به تکلیفهای دیگه دچار میشن، اونا را از این بیچارگی، از این مرضها نجات داده باشیم این کورس بر از این دانشمند بزرگ ما دایر کردیم. این شما این کورس سوادآموزی بزرگسالان برای پروفسور، علامه، فیلسوف و دانشمند بزرگ تاریخ، شاریخ، مریخ و غیره. اینا خودش هم آمد شفیع جان بیا اینجا بشی. اگرچه تو را همگی میشناسن، تو از تعریف و توصیف بی نیاز و مستغنیستی، ولی بد نمیشه اگر خدا که تا بر ما عاجزا و دیگه بیچاره های دنیا
معرفی کنی. بفرما. دوستای عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. عیار با عین یا الف ری نوشته میشه. خب سلام عرض میکنی. سلام خو یک کلمه قرآنی و اسلامی است. چرا تو وقتی که غلطی قرآن میگیری باز کلمات قرآن دزدی میکنی و در گپای مزخرف تو رو استعمال میکنی؟ آیا همین کلمه را در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام که فرشته ها پیش میاین نشنیدی که میگه قرآن کریم میگه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون؟ تو چرا از کلمات و جملاتی که در زندگیت یاد گرفتی و او فرهنگ تو را دین تو را تشکیل میته از اونا استفاده نمیکنی؟ چرا میایی کلمات قرآنی و اسلامی را دزدی میکنی؟ چرا به جای سلام عرض میکنم نمیگی ازدرستیویتی، نمیگی گود مارنینگ یا گود افترنون یا چیناییش نمیگی چین چونگ پونگ پونگ؟ ای به این معناست تو با وجودی که سر داخور دشمنای اسلام است، داخور اداره های جاسوسی و استخباراتی دشمنای اسلام و قرآن است و از اونجا تغذیه میشی، ولی در فرهنگ، در استعمال کلمات، در کاربرد جملات، در کل اینها ریزخار خان اسلام هستی و گدای دروازه قرآن هستی. در همی یک یا دو جمله که خود معرفی میکنی و میگی دوستای عزیز سلام شفیع عیار هستم، 5 کلمه عربی وجود داره که از اون جمله غیر از عیار 4 کلمه دیگهش کلمات قرآنی است. سلام کلمه عربی است و قرآنی است، عزیز کلمه عربی و قرآنی است، عرض کلمه عربی و قرآنی است، شفیع کلمه عربی و قرآنی است. پس تو اول کلمات پاک و مقدس قرآنی را از گفته های نجس و پلید خود بیرون کو و بعد از او بیا از قرآن کریم غلطی بگی. ما در این کورسی که برای تو دایر کردیم و برای شاگردایت هم طبعا اونا هم مثل تو بی سواد هستن. چرا وقتی که استاد بی سواد باشه شاگردا به مراتب باید بی سوادتر باشن، ولی برعکس در اینجا شاگردای تو بعض شاگردای با سوادتر از تو هستن، یعنی استاد در اینجا بی سوادتر از شاگرداست. به هر حال ما از آغاز همو غلطی های تو را، اشتباهات تو را تصحیح کرده میریم و از شاگردایت هم خواهش میکنیم که بیاین در این کورس اشتراک کنن تا یک ذره سطح سواد خود بالا ببرن، تا ای که در سایه تو اونا هم رسوا و ریشخند و مسخره نشون و تو را با این نامهای مسخره یاد نکنن که مثلا میگن استاد شفیع اعیار، استاد شفیع حیار، استاد شفیع اعیار. اولین اشتباه تو در استعمال کلمه عیار است که تو میگی دوستای عزیز من عیار هستم و عیار با عین یا الف ری نوشته میشه. اولین اشتباه تو همیسته که عیار میخونی، یعنی یک حرفش کم میکنی. ای عین یا الف ری نیست، در واقع ای 5 حرف است، 4 حرف نیست. اصلش عیار است، یعنی عین است با 2 تا یاست، باز الف است باز ریست و این 2 تا یا باز یکیش به دیگه ادغام میشه و به شکل مشدد خوانده میشن و ما معنی مشدد و ادغام در خلال همین کورس برای تو تشریح میکنیم تا که صحیح یاد بگیری و صحیح استعمال کرده بتانی. میایم به سر کلمات عیار و عیار و عیار. عیار معنایش قبلا هم تشریح کردیم، به معنای دزد، طرار، شبگرد، ولگرد، دیلاگرد، کسی که لوده در هر طرف میره و پس میایه و کسی که قاتل است، فریبکار است، دروغگوست و ضمناً یک معنیش هم جوانمرد است که او با شخصیت تو هیچ مطابقت و هماهنگی نداره. و اما عیار و عیار اینا را، این 2 کلمه مترادف هستن، اینا هم کلمات عربی هستن. اینا را معنایش هست ترازوی زرسنج، یعنی ترازویی که با او طلا را می سنجن، زر را می سنجن، یعنی مقیاسی بر سنجش مقدار خالص طلا یا نقره. میبینن که با همی ترازو یا با همی مقیاس اندازه گیری میکنن که طلا چقدر خالص است یا این نقره چقدر خالص است و چقدر ناخالص، یا آنچه که در مسکوکات و سایر چیزهای ساخته شده از زر و سیم به کار میرود. این مفهوم عیار و عیار است. و اما مفهوم عیار همون چیزی است که قبلا گفتیم. شفیع جان، امید است که درس خوب گوش کرده و خوب یاد گرفته باشی. نشوه که باز کدام وقت دیگه لوده بگویی که دوستای عزیزم سلام، من شفیع عیار هستم.
خب پیش برو تا ببینیم دیگه چه گله به او دادی. به طور مثال شما در افغانستان اگر مکتب خواندین تا صنف 5 و 6 آمد این شعر خواندین که میگه غلام همت والای باب خار کشم که خار غم کشد و مهنت خسان نکشد. چی گفتی؟ باز یک دفعه بخوان. غلام همت والای باب خار کشم، غلام همت والای باب خار کشم که خار غم کشد و مهنت حسان نکشد. غلام همت والای باب خار کشم که خارها را جمع کنه و بزنه به فرق استاد شفیع عیار. شاید بگویی که چه قسمی شعر است. این از همون نوع شعرهایی است که تو یگان وقت مرتکبش میشی. او آدم بی سواد. این شعر اصلش این قسم است: غلام همت والای باب خار کشم که خار غم کشد و منت خسان نکشد. تو فرق منت و مهنت نمیفهمی. منت دیگه معنی داره، مهنت دیگه معنی داره، که حالا ما معنای هر دویشه برات میگیم. منت احسان و نیکی کردن به کسی و بعد بر رخش کشیدن. مهنت رنج، تکلیف، زحمت، ابتلا، آزمایش. شاعر در اینجا میگه که ما غلام همت بلند او باب خارکش هستم که میره زحمت میکشه، خارها را جمع میکنه و میبره مفروشه و به ترتیب بر خود یک چند روپه کمایی میکنه و توسط از او زندگی خود پیش میبره و دست گدایی را به طرف دونها و طرف پست فطرتها و خسان دراز نمیکنه تا ای که برش کمک کنن و باز فردا بگن که اینا ما بر تو کمک کرده بودیم، یعنی امو کمکشان را بر رخش بکشن. این چیزی است که شاعر اراده کرده. اما تو وقتی که او را مهنت میخوانی، معنای شعر چه قسم میشه؟ مهنت معنایش است رنج، تکلیف، زحمت، ابتلا، آزمایش. تو میگی این شاعر گفته که غلام همت والای او بابا خارکش هستم که خار غم میکشه، اما زحمت یا ابتلای آزمایش یا تکلیف دونا رو نمیکشه. بر از میگه که تکلیف شما به دوش خودتان برین، به ما چی؟ برین خودتان آزمایش هم خودتان برین، امتحانتان خودتان بتین، برین رنج خود خودتان بکشین، برین زحمت خود خودتان بکشین. برای ما چی؟ من خب غلام شما نیستم، من خب مزدور شما نیستم که بیایم در امتحان به جای شما امتحان بتم، به جای شما زحمت بکشم، تکلیف بکشم. این شعر وقتی که تو به این شکل مردار کدی، مهنت گفتی، این قسم معنی میده. یعنی به این معنی است که تو دمو صنف 3 و 4 و 5 که همی شعر در کدام یکی از همی صنف هست، همی شعر درست یاد نگرفتی، همون سال ناکام شدی، با سال دیگه باز معلم به فرق زد و بر تکرار کرد بازم یاد نگرفتی، باز سال دیگه بازم ناکام شدی و یاد نگرفتی، تا ای که همی شعر به می شکل غلطش که منت مهنت خواندی، به می شکل غلطش به کله جای گرفت و به مو شکل نقش بست و حال اونمو را تکرار میکنی و امو را میگی که غلام همت والای باب خار کشم که خار غم کشد و مهنت خسان نکشد. خب پیش برو، به ارشاداتت ادامه بده. خب شفیع جان، استاد شفیع، تو خوب فیلسوف هم هستی، یک کمکی از فلسفه هم گپ بزن ببینیم که درباره فلسفه چی میگی. اینمی فلسفه است که حسن منصور و اساس عزیز میگفت که من حقم، من بخش از خداوندم، انا الحق، من بخش از خداوند را دارم. او بخش چی است؟ روح خداوند است. دم قار خدا شوی امرای ای استادیت، ای فیلسوف بودنت. او حسن منصور نیست، حسن منصور شاید بچه کاکایت باشه. حسین منصور حلاج است. حسین منصور حلاج که در 244 تا 309 هجری زندگی میکرد و ای که یک کلمه غلط گفت، انا الحق گفت. انا الحق کلمه غلط و کلمه غیر اسلامی است، چرا که حق تنها الله تعالی است، دیگه کسی نیست، و به سبب اعظمی انا الحق گفتنش جان خود از دست داد. این دیگه مسئله است، درباره از این نمیپیچیم. اما او
ای که تو میگی اینا الحق میگی، اونم شاید همون بچه کاکایت که مثل خودت بیسواده است حسن منصور گفته باشه. ای گپا حسین منصور حلاج نگفته. خب شفیع جان، عیار بزرگ، پروفسور شفیع، فیلسوف شفیع، علامه شفیع، امروز به می اندازه بسنده میکنیم. در روزهای دیگه مثل که در مکتب از مکتب میگریختی میرفتی امرای لوچکا، امرای بدماشا کارهای قضایی انجام میدادی، از این کورس نگریز تا که یک کمک سواد یاد بگیری. آخر تو از یک کشوری هستی که با اولین شاعر فارسی زبان حنظله بادغیسی از اونجا بود. او که میگفت آهوی کوهی در دشت چگونه دوادا، او ندارد یار به یار چگونه بودا. و در اخیر یک قصه هم که یک قصه واقعی است در افغانستان واقع شده و قهرمانش یک شخص به نام شیر محمد خان است و شاید همون پدر مرحوم و بزرگوار تو بوده باشه. والده تو هم خدا ببخشه، پدرت خدا ببخشه، اما تو که عاق پدر و مادر هستی او دیگه مسئله است. و ایرا به دلیل از این میگم که پدر مرحوم تو بوده باشه و شیر محمد خان برازی که مثل تواری کودن، مثل تواری تنبل، مثل تواری کورزن و بیسواد در مکتبای افغانستان اتو شخص وجود نداشته. خب هر حال این شیر محمد خان یک بچه داشته، اونمو پروفسور پوپنک. این بچهش هر سال در مکتب ناکام میمانده، از صنف اول گرفته تا صنفای بالا را هر سال هر صنف 2-3 دفعه میخوانده. و هر سال وقتی که چیشه امی شهادت نامهشه می آورده، پدرش بسیار غمگین می شده، چون یک بچه داشته، می خواسته که او را برسانه، یک چیزی از او جور شود. و هر سال وقتی که پارچه ناکامی از این را می آورده بسیار غمگین می شده. آخر برش گفته که بچم اگر دیگه دفعه ناکام شده بودی دیگه مرا بابا نگویی. خب این پروفسور پوپنک امی استاد شفیع عیار در دوران کودکیش امی گپ پدرش در گوشش بود تا ای که این سال دیگه هم ناکام شد، چون میگشت لاگردی میکرد و از مکتب میگریخت و از این سببی سال دیگه هم ناکام شد و پارچهش آورد و چون گپ پدرش به یادش بود 6 در پهلوی پدرش و دستش به گردنش انداخت و پدرش گفته بود که دیگه مرا بابا نگویی اگر ناکام شدی. گفت که شیرو بچهش لالایت باز ناکام مانده.